ای ز دیدار رخت جان پیمبر روشن. در روایت داریم پیغمبر سفر بود، وقتی برگشت بهش گفتن یا رسول الله خبر خوش. چه خبری؟ دخترت فاطمه فرزند آورد. در روایت داریم پیامبر سراسیمه اومد خانه علی و فاطمه و فرمود نوه‌ام رو به من بدید. وقتی دادن پیامبر صورت مبارکش رو صورت این دختر گذاشت. ای ز دیدار رخت جان پیمبر روشن، دیده حق نگر ساقی کوثر روشن. در سراپرده عصمت، در سراپرده عصمت که ملک راه نداشت، از جمالت دل صدیقه اطهر روشن. صلوات بفرستین. خوش به حال اون قلب و دلی که محبت حضرت زینب درش جا گرفته باشد. تیرگی نیست، تیرگی نیست در آن سینه که مهر تو در آن است. بله، دلی که مهر و محبت زینب در او باشه، اون دل دیگه تیره و تاریک نیست. تیرگی نیست در آن سینه که مهر تو در آن است، که مهر تو شده سینه حیدر روشن. غنچه جان شبیر، چون شبیر و شبر از اسامی امام حسن و امام حسین. غنچه جان شبیر از گل روی تو شکفت، و از تماشای تو شد خاطر شبر روشن. آیت لطف خدایی و به هر دل تابی، گر بود سنگ شود چون دل گوهر روشن. یعنی دل اگر سنگم باشه، بله، وقتی نور محبت تو به اون دل بتابه، اون دل روشن میشه. در سراپرده عصمت تو از آن زین ابی، که سر تا پا به قدم قدس و عفاف و ادبی. ادب آموخته مکتب طاهایی تو، ادب آموخته مکتب طاهایی تو، تربیت یافته دامن زهرایی تو. زینت قامت دین، زینت قامت دین، زیور رخسار شرف، مظهر کامله عفت و تقوایی تو. گل گلزار نبی میوه بستان علی، گل گلزار نبی میوه بستان علی. خانه فاطمه را شمع دلارایی تو. عبرت آموز زنانی به حجاب و به وقار، برتر از آسیه و هاجر و سارایی تو. این یه بیت رو آرزو بکنیم انشاءالله فردای قیامت مشمول شفاعت خانم بشیم. در صف محشر که هنگام شفاعت باشد، در صف محشر که هنگام شفاعت باشد، مادرت فاطمه را همره و همپایی تو. جهت شادی روح اطهرش
بلند صلوات بفرستیم. خب عرض کردیم که پیامبر وقتی اومد قنداقه حضرت زینب رو بغل کرد، از دخترش فاطمه و از دامادش علی سوال کرد که نام این دختر رو چه گذاشتید؟ هر دو گفتم ما در دو فرزند قبلی بر شما سبقت نگرفتیم که در این دختر سبقت بگیریم، چون اولین دختر بود در خاندان علی علیه السلام. هرچی شما بفرمایید. پیغمبر فرمود من اسم این دختر رو زینب میگذارم، اسم این دختر رو زینب میگذارد تا انشاءالله زینت برای پدر باشد. زینب یعنی زینب، دختری که میخواد زینت پدر باشه. در چه زمینه؟ تو همه زمینه ها. بله واقعا زینت پدر شده. اگر امام صادق از شیعیانش انتظار دارد کونوا لنا زینا، زینت برای ما باشید، این دختر برای پدر زینت شد در همه زمینه ها. حالا من خیلی بحثا شما در رابطه با حضرت زینب شنیدید. من اینجا از اسامی و القاب این بزرگوار چند تا القاب رو انتخاب کردم که مشهور هستن و این نشان دهنده اون منزلت و عظمت و شخصیت این بیبی دو عالم است. اینا رو بفرمایید. اولین لقبش که معروف است عقیله بنی هاشم، یعنی بانوی خردمند بنی هاشم. خیلی حرفه. الان جامعه زنان رو تو دنیا ببینید، اینا رو به عنوان یک کالا دارن استفاده میکنن. چرا؟ چون جامعه زنانی که به این سمت کشیده میشوند اون خردمندی خودشون رو به کار نمیبندن. و الا اگر زنی خرد خودش، فکر خودش رو به کار بندازه، در ظاهر اسیرم باشد اما امیر است. بله چنانچه بیبی دو عالم در مجلس ابن زیاد و یزید اون شخصیت خودش رو نشون داد. عقیله بنی هاشم. دو، کعبة الرزایا. کعبة الرزایا قبله رنج ها. رزایا جمع رزیه هست با دال زال، سختی ها، مشکلات. کعبة الرزایا یعنی اگر کسی بخواد ببینه سختی هاش چقدره، بله میگه کعبة الرزایا هست به نام زینب کبرا. نگاه بکن ببین سختی شما کجا، سختی اون خانم کجا. کعبة الرزایا. سه، نائبة الزهرا. نائبة الزهرا این دختر جانشین و نماینده و آینه تمام نمای حضرت زهرا می باشد. چهار، نائبة الحسین سلام الله علیه جانشین و نماینده حسین. پنج، ملیکة دنیا. اگه دنبال یک شخصیت بالا و ملکه در دنیا می‌گردید، ملکه دنیا حضرت زینب کبراست. چه ملکه بالاتر از این که اصلا یزید رو به ستو در آورد، ابن زیاد رو به ستو در آورد. قدرتمندتر از او میتونید پیدا بکنید. شش، دارای علم لدنی بود به برموده امام سجاد. عالمتون غیر معلمه، درس نخونده مکتب نرفته عالمه هستی تو. این دانش وسیع. هفت،
فهمتون غیر مفهمه، فهمیده بدون فهماننده. بله یکی گاهی اوقات میره سر کلاس، استاد یه چیزایی بهش میفهمونه، حالا میاد حرفای فهمیده میزنه. نه، این فهم تو هم درک تو هم تعلیمی نبوده، از جای دیگر بهت رسیده. عدیلة الخامس من اهل الکسا، بله همتای پنجمین نفر از اهل کسا یعنی حضرت سید الشهدا. عدیله هست، ادل اوست، هر کجا حسین بود زینب هم بود. او عدیلة الخامس من اهل الکسا. 9 کفیلة السجاد، کفیلة السجاد سرپرست و مراقب امام زین العابدین سلام الله علیه. در برخی جاها تو ایام مصیبت داریم امام زین العابدین در چند مورد جانش به خطر افتاده بود. اونی که حافظ جان امام زین العابدین بود حضرت زینب سلام الله علیها بود. کفیلة السجاد. 10 سر ابیها، سر ابیها رازدار پدرش امیر المؤمنین سلام الله علیه. خیلی مسائل رو امیر المؤمنین به این دختر میگفت. سر ابیها. 11 الصدیقة الصغری، الصدیقة الصغری. اگر مادرش زهرا صدیقه کبراست، ایشون هم صدیقه صغراست. بله صدیق است، یعنی در طول زندگی یک حرف خلاف واقع از این خانم سر نزده. از صدیقة الصغری. 12 اینم خیلی قشنگه. عابدة آل علی علیه السلام، پارسای خاندان آل علی علیه السلام. پارسا بود، عابده بود، اونقدر عبادت زیبا داشت که برادرش امام حسین چه فرمود؟ یا اختا، خواهر عزیزم، مرا در نافله شبت فراموش نکن. عابدة آل علی علیه السلام. و امام زین العابدین شهادت میدهد که در طول این ایام کوفه و شام و برگشت شبی از شبها ندیدم که نماز شب عمم زینب ترک بشه. عابدة آل علی علیه السلام. 13 بطلة کربلا، بطلة کربلا. اگر عباس بطل کربلاست، شیر شجاع حادثه کربلا بوده، اما بطله بعد از کربلا کیه؟ زینب کبری سلام الله علیها. 14 عزیمة بلواها، عزیمة بلواها. بانویی که به امتحانات بزرگ آزمایش شد. سروران مکرم، یک خانم در یک روز 17-18 تا غم ببینه کار آسانی نیست. چندین برادر، پسر، برادرزاده، آدم در یک چنین آزمایشی بتونه سربلند به در بیاد. 15 الباکیه، الباکیه یعنی بانوی گریه. بله در جایی که نیاز باشه که گریه بکنه حضرت اهل گریه بود. 16 این خیلی قشنگه. سلیلة الزهرا، سلیلة الزهرا یعنی خلاصه فاطمه، خلاصه فاطمه. گاهی اوقات 10 تا جلد کتاب یک طرف میریسه،
یکی پیدا میکنه اون 10 جلد رو خلاصه میکنه در 1 جلد، در 2 جلد، میگه این خلاصه اون 10 تاست. ای کسانی که زهرا رو ندیدید، بله خلاصه زهرا این دختره، آینه تمام نمای مادر می باشد. الان بعید رحص شدم نقلی الان به ذهنم اومد. یه امیرالمومنین گفت چرا گریه میکنید بعد از، خب یکی از اسباب گریه من دخترم زینبه. و حرف میزنه مثل مادرش حرف میزنه، قدم برمیداره مثل مادرش قدم برمیداره، نماز میخونه مثل مادرش فاطمه نماز میخونه. سلیلة الزهراء نواز 17 امینة الله، امینة الله امانتدار الهی. چه امانتی بالاتر از بله نهضت آقا امام حسین سلام الله علیه. این بار امانت رو که امام حسین بهش سپرد به نحو احسن امانت داری کرد. 18 آیة من آیات الله، آیة من آیات الله، نشانی از نشانه های خدای تبارک و تعالی. 19 مظلومة وحیده، مظلومة وحیده، ستم دیده تنها. یعنی واقعا در جریان اسارت، حالا بعد از امام سجاد اگر نگیم حتی از این جهت از امام سجاد، هیچ اسیری بین اسرا اندازه حضرت زینب سلام الله علیها بلا و ستم کشید. وقتی روز 40 برگشت گزارش میده به امام حسین، میگه همه اون چیزی شما گفتید من به خوبی انجام دادم. میخواستم بچه هاتون رو بزنن، خودم رو جلو مینداختم که گفتم به جای اونها منو بزنید. گاهی اوقات غذای خودم رو به این بچه ها میدادم، خودم گرسنه میشدم. چه حرفا که نشنیده بود. همه اینا تحمل کرد. 20 صابرتون محتسبه، بله صابرتون محتسبه یعنی کسی که صبر میکنه ولی این صبر رو به حساب خدا میگذاره. خیلی مهمه. بله گاه آدم صبر میکنه میگه آبروم پیش این اون نره، صبر میکنه که دیگران بگن چقدر مقاومه. نه، صابرتون محتسبه، محتسبه یعنی این صبر خودش رو به حساب خدا میگذاره. چون خدا فرمود در مصیبت صبر بکنید من صبر کردم. این القابی است که برای این وجود مقدسه بیان شده است. نکته ارزشمند همون اسم مبارک است، زینب. زینب یعنی دختری که زینت پدر باشه. این واقعا برای همه دختران و بانوان ما باید درس باشه که هر دختری باید زینت پدر باشه. زینت در کجا؟ در عبادت. زینت در کجا؟ در شوهرداری. زینت در کجا؟ در اخلاق. زینت در کجا؟ در همراهی. بله؟ کجا از ارزش ها شما میتونید پیدا بکنید ارزش باشد ولی زینب اونجا حضور نداشته باشه؟ بله؟ تو همه جا زینب حضور داره. تو روایت داریم که سوال شده بهترین بنده خدا کیه؟ و بهترین بنده خدا اون بنده است که هر کجا طاعت خدا باشه اونجا حضور داره و هر کجا معصیت خدا باشه اونجا حضور نداره. این بهترین بنده خداست. و واقعا زینب زینت پدر بود. دیگه وقتی تو کوفه شروع کرد خطبه خوندن، دیگه مردم کوفه خیال کرده علی دوباره زنده شده. علی دوباره زنده شده.
دقت کردین؟ همون صدای علی اما از حنجره زینب سلام الله علیها بیرون میاد. زینب است، زینت، بله، زینت پدر. این خودش درس آموز عزیزان، این خودش درس آموز برای بانوانمان، دختران ما که باید بکشن زینت باشن برای امام زمان خودشون. انشاءالله این میلاد که به همین مناسبت روز پرستار هم نام گرفته